یه شب وقتی که خواب بودم یه صدای خیلی عجیب غریبی از خونم شنیدم و کم کم نگران شدم و وقتی رفتم طبقه بالا یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. 2 نفر به قصد کشتن من اومده بودن به خونه من و تیراندازی می‌کردن. تصمیم گرفتم که یه اتاق مخفی داخل خونه خودم درست کنم که هر وقت به خونه من حمله کردن سریع توی اون اتاق مخفی بشم. این ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن چون قراره یه اتاق مخفی خیلی خفن و بزرگ برای فرانکلین درست کنیم. برو بریم. صدای چی بود؟ صدای تیراندازی میاد، باورم نمیشه. یعنی به خونم حمله کردن. یا خدا. یک روز بعد. آره رئیس، همین دیشب به خونم حمله کردن. الان همه جا رو نگاه میکنم کلی جای تیر و اینا هست. موتور و ماشینم هم که کلا سوراخش کردن و نابود کردن. فرانکلین میگم تو نفهمیدی که کیا بودن حمله کردن؟ نه رئیس، خب نفهمیدم. خب خونه دوربین مادر واسه مگه نداره؟ دوربین نه بابا، خونه من اصلا چیز امنیتی نداره. خب درست کن دیگه. منتظر بودم شما بگی. باشه رئیس، دمت گرم، خدافظ. بچا دیشب نمیدونم چه اتفاق عجیبی افتاد، یه صداهای خیلی عجیبی شنیدم و بیدار شدم دیدم دارن تیراندازی میکنن و الان میبینید ماشین و در و دیوار خونم کلا سوراخ شده و باید داخل خونه بچا یه مخفیگاه من درست کنم. حالا دقیق نمیدونم کجا باشه ولی تو فکرمه که اگه داخل خونه درست کنم که خطرناکه. تو فکرم بچا زیر استخر اینجا یه دونه دریچه بذارم، اینجا رو سوراخ بکنم زمینو و زیر زمین یه مخفیگاه خیلی خفن درست کنیم و تنها چیزی که الان لازم داریم اینه که بریم کارگر رو اینا بیاریم و ماشینا و بیل مکانیکی رو بیاریم و کم کم مخفیگاه خودمون رو درست کنیم. آقا ماشینمونم مثل روز اولش شد. ماشین آوردم تعمیرگاه و درستش کردم. الان زنگ زدم به لامار، گفتم که چند تا کارگر رو اینا به خونه بفرست، بیل مکانیکی بفرست، چون دوستای لامار اکثرا کسایی هستن که خونه و برج و اینا میسازن و این سری بهشون گفتن که برای من یه مخفیگاه خیلی خفن درست کنن و اینکه الان گفت دارن میرسن جلوی خونت، بریم خونه ببینیم چه خبره. اوه بچا اینجا رو نگاه کنیم، مثل اینکه کارگرا اومدن و قرار اتاق مخفی ما رو درست کنن. البته میخوام یه جای خیلی بزرگ باشه که بتونم مثلا یه راه فرارم داشته باشه. سلام، خسته نباشید. سلام آقای فرانکلین، شما هستین؟ بله خودمم. فقط من می‌خواستم یه اتاق مخفی درست کنم. بعد فکر کنم شما رفیقای لامارین. آره بله ما رو لامار فرستاده. بعد فقط لوکیشن نشون بدین که ما کارو شروع کنیم. لوکیشن بیایم بهتون نشون بدم. خب بچا بریم لوکیشن رو بهش نشون بدیم. چقدرم کارگر آورده با خودش، نیرو آورده که اینجا یه دونه اتاق مخفی خیلی اتاق مخفی که نمیشه گفت بچا، بیشتر می‌خوام یه مخفیگاه درست کنم که هیچ کسی از این مخفیگاه نداشته باشه، حتی خود رئیس. جناب تشریف بیارین. ببینید الان این استخر رو چون می‌خواستم داخل خونه باشه بعد گفتم داخل خونه خیلی زایه است. این استخر می‌خوام یه قسمتش یه در مخفی بذاریم که یعنی بخوام برم توی اون مخفیگاهه یه دریچه‌ای باشه که از داخل استخر برم که هیچ کس فکر نکنم بتونه پیداش کنه. جناب این که میگین میشه ولی خب یکم زمان بره. زمان بر؟ خب چقدر زمان میبره؟ حدوداً 2 هفته طول میکشه. 2 هفته بچا؟ به نظرم 2 هفته خوبه. 2 هفته میرم خونه لامار یا مایکل شبو میمونم چون این خونه واقعا امنیت نداره شبا. آقا اوکی، شما کارو شروع کنین و اینکه 2 هفته تموم میشه دیگه. آره خیالتون راحت، 2 هفته تموم میشه. فقط چیزه بذارین نقشه‌شو بهتون بگم که دوست دارم چه شکلی باشه. ببینید یه فضای خیلی گنده داشته باشه، لابی داشته باشه و میز کار و اینا داشته باشه، حتما یه گاراژ بزرگ داشته باشه که بتونم داخلش ماشینامو بذارم و یه فضای بازی هم داشته باشه که توش مهمات اسلحه باشه و سیستم امنیتی هم خیلی مهمه. یه سیستم امنیتی خیلی قوی و خفن هم حتما داشته باشه. اوکی آقای فرانکلین، حتما تو 2 هفته براتون اوکی می‌کنیم. آقا دست شما درد نکنه، دمتون گرم دیگه. بچا من برم شه لامار، اینو تا 2 هفته لا اینجا کار دارن. به لامار بگم ببینم میتونه ماشینای جنگی برام اوکی کنه یا نه. آقا این ماشین و موتورمون هم تعمیر کردیم و یه پولی هم اینجا پیاده شد. بذار به بچه‌ها ایکس لطفا یه حرکت بزنم. این حرکت داشلی از 1 تا 10 نمره بدین توی کامنت ها. آقا بریم شه لامار. بچا اگه دوست دارین دوباره مخفیگاه‌های خفنم درست کنم حتما کلمه پارت 2 یادتون نره. این ویدیو رو هم حتما لایک کنید و بریم شه داداشم لامار. به آقا لامار عزیز، سلام. چطور لامار؟ بابا ببین کی اینجاست، آقای فرانکلین، چه خبر؟ قربونت لامار، میخوام یه چیز خیلی خفن برام جور کنیم. خب چی میخوای؟ بهم بگو دیگه، میتونم برات اوکیش کنم. ببین لامار، چند تا ماشین جنگی خفن، یعنی ضد گلوله، ضد راکت، خود ماشینم اسلحه اینا داشته باشن و یه چیز خیلی خفن و بم میخوام دیگه، کلا چرخاشون ضد گلوله اینا باشه. اوه برای چی میخوای بری حساب کیو برسی؟ حساب کسی رو نمیخوام برسم، فقط برای خودم میخوام که یه مخفیگاه میخوام درست کنم که اونجا بذارم. به سلامتی. فکر کنم داری برای رئیس نقشه میکشی رئیسو بکشی. آره رئیسو بکشی چیه؟ نه بابا، من با رئیس چیکار دارم؟ مخفیگاه درست میکنم دیگه، برای خودم یه مخفیگاه درست میکنم. ببینم چه فکرایی میکنه. آها پس برای خودت میخوای. ببین فقط یکم زمان میبره. زمان میبره؟ خب چقدر؟ مثلا تا 2 هفته
نمیتونی اوکی کنی؟ چرا 3-4 روزه اوکیش میکنم برات. 3-4 روزه بچه خوبه دیگه. آقا اوکی 3-4 روزه تو برام اونا رو اوکی کن. باشه 4 روز دیگه با تماس میگیرم. خداحافظ. حالا من اینجام ولی خب خداحافظ باش. 4 روز دیگه بچه گفت ماشین جنگی ها رو واسمون اوکی میکنه. این از این. فقط یه ماشین پرسرعت خفنم میخواد که به نظرتون کی میتونه برام پیدا کنه؟ قبل از اینکه برم پیشش همین الان اسمش رو توی کامنت ها بنویسید ببینم کیا ویدیوهای منو همیشه میبینن و اون یارو رو هم میشناسن. داداشم کچل اسمشو بنویسید و بریم پیشش. کنم با اسم عجب آهنگی. خب آقا رسیدیم اینجا. سیمیون چقدر چاق شده شیکم نرآورده. چطوری داداشم سیمیون چه خبر؟ بابا ببین کی اینجاست. آقای فرانکلین. چطور فرانکلین؟ قربونت سیمیون. بچا توی کامنت ها درست حد زدین یا نه؟ سیمیون یه ماشین خیلی پرسرعت و خفن میخوام. مثل اینکه ماشینای جدیدم زیاد آوردی. آره پسر ماشین آوردم بار جدیدم رسیده. البته همشون BM. آره ماشینا رو دارم میبینم بچا سفید قرمز مشکی. به نظرتون کدومشون خفن؟ اگه شما بودین کدومو برمی‌داشتین؟ همین الان بهم بگید. آره اتفاقا یه ماشین پرسرعت می‌خواستم. بعد ماشینایی هم که آوردی ماشینای خفنیه. آره داداش ببین کدوم میخوای واسه خودت بردار سوار شو. ببین من بچا BM همشون فکر کنم یه مدل اوکی ولی این سفید و مشکی یه چیز دیگه است. قرمزش هم خیلی خوشگله بچا. قرمزو بردارم با تیشرت موسته. سیمیو میگه من این قرمزه رو بردارم. قرمزه. آره اتفاقا رنگ قرمزش هم خیلی خفنه. بردار فقط پولشو کی میدی؟ پولشو بهت میدم دیگه. حالا رفیقیم خیلی سرمونا چه اینجور میکنی؟ راست میگی. باشه ببر حالا هر وقت خاصی پولشو بده دیگه. اوکی داداش دمت گرم. بچا ما ماشینو برداریم. چه ماشینی هم هست. اوف M4 هم هست سری 4. و آقا برو بریم. این از ماشینمون یه ماشین BMW M4 خیلی خفن برداشتیم. فقط بچا الان من چند روزی باید برم خونه مایکل بمونم. لامار که حالا دنبال ماشین جنگی و ایناست. باید برم خونه مایکل بمونم تا ببینم حالا خونم آماده شد یا نه. اون ماشین جنگی رو ببینم لامار میتونه 3-4 روزه برام اوکی کنه یا نه. الان من برم خونه مایکل اینا بهش داستانو توضیح بدم که خونم امنیت نداره و مجبورم خونه‌شو مهمون بمونم. امیدوارم بد نشه که. نه با مایکل رفیقم کجاش میخواد بد بشه. 3 روز بعد. مایکل داداش عشق من یادمت گرم. بچا یه 3 روز اینجا موندم. الان میخوام یه سر برم خونه ببینم خونه تو چه وضعیتی و اصلا درستش کردن یا نه. یعنی کارگرا اصلا دارن کار میکنن یا اینکه الکی ول کردن و 2 هفته میخوان طولش بدن. و اینکه لامارم امروز صبح بهم زنگ زد گفت یه سر بیا اینجا ماشین برات اوکی کردم ببینیم ماشین به دردت میخوره یا نه. و اینکه بچا به رئیسم میخوام یه 2-3 روز دیگه زنگ بزنم بهش بگم که رئیس چند تا بادیگارد و اینا به خونه من بفرست. سگ نگهبان بچا میخوام چند تا سگ نگهبانم توی خونه بذارم چون میگم شب بهم حمله کرده بودن. دوربین نباشه که به درد نمیخوره. بادیگاردم که امکان داره بخوابه. پس چی سگ از همشون بهتره چون بچا سگ کوچکترین صدا بیاد از خواب بیدار میشه و سری میره پاچه اون دزد رو میگیره. و اینکه آقا بریم الان خونه ببینیم کارگرا چیکار کردن. اوه آقا رسیدیم. چه سر صدای یا خدا. همسایه‌ها خوب دیوونه نمیشن. بچا بریم ببینیم کارگرا دارن چیکار میکنن که اینقدر سر صدا. آجی خونه منو به گند کشیدین که یا خدا خاک و سنگ و استخر اصلا پر خاک شده. اینجا رو نگاه کن تو چه وضعیتیه. اوه بچا کل اینجا رو کندن خاکش رو خالی کردن دارن تونل میزنن. اینجا رو نگاه کن داداش. میگم خسته نباشی. این چقدرش مونده؟ فکر دیگه آخراش. آره آقای فرانکلی احتمالاً همون 2 هفته‌ای تموم بشه. 2 هفته‌ای اوکیه دیگه. الان تقریبا 4-5 روزی گذشته. آقا اینجا کلا زمینش خاک و سنگ شد و به دمتون گرم. آقا خسته نباشید دیگه. خیلی ممنون مرسی. اوکیه آقا من برم. بچه ما بریم چه لامار. اینجا خونه‌مونو کردن دهن خونه رو سرویس کردن. آقا بریم چه ماشین لوکش چقدر خفن. بچه شما بین این ماشین سفید و قرمز کدوم می‌خواید؟ معلومه همه قرمز رو میگن دیگه. الان این بچه از لجه داشل تو کامنت ها نوشتن سفید. من میشناسم شما رو دیگه. میخواین هرسم بدید. آقا بریم چه لامار ببینیم لامار رو ماشینایی که برام اوکی کرده و پیدا کرده چه ماشینایی ان. امیدوارم که چرت و پرت برام اوکی نکرده باشه. برو بریم. خب بچا داریم میرسیم. آقا بریم ببینیم این لامار عزیز چه ماشینایی برای ما اوکی کرده. سلام لامار این چه ماشینی الان دقیقاً پشت سرت؟ بابا آقای فرانکلین ببین چه ماشینی برات پیدا کردم. فوق العاده است. لامار خدا لعنتت کنه. من گفتم ماشین ضد راکت ضد گلوله کلا یه ماشین خیلی خفن. خب اینایی که گفتی همین ماشین دیگه. وای ببین چه ماشینی آخه برای من پیدا کرده. خدا لعنتت کنه. چرا اینقدر احمقی تو لامار؟ بابا ماشین به این خوبی چرا اذیت میکنی؟ لامار این کجاش ماشین خوبه؟ این وای داره دیوونه میکنه. بچا چه ماشینی ببینی برای من پیدا کرده. دارم باهات شوخی میکنم پشت سرتو. چه شوخی پشت سرم چی؟
حاجی ماشینا رو نگاه کن. به 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 به. آقا این شد یه چه ماشین گولیه حاجی. پشمام بابا لامر دمت اینو نگاه کنی چقدر بزرگه حاجی. اینا کلا ضد گلوله و ضد راکت انا. بعد خیلی خفنه بچه‌ها. لامر جون دمت گرم حاجی. من زود قضاوت کردم فکر کردم اون آخه این اسکل بچه منو خیلی اذیت میکنه حاجی. من فکر کردم ماشین اینه ولی عجب ماشینیه بابا. دمت گرم. اینا رو من یکی از بچه‌ها رو بعدا میفرستم که بیاد ازت بگیره. باشه دیگه. فقط پولشون چی؟ پولشم میدم دیگه. شماره کارت بفرست پولشم بهت میزنیم. دمت گرم دیگه. خدافظ. این چرا همیشه خداحافظی میکنه با من؟ خیلی دوست داره ما بریم دیگه از پیشش. اوکی آقا ماشینا رو هم لامور برام اوکی کرد. سیمیون هم که بی ام و بهمون داد و ای پول سیمیون رو من نزدم. آره رئیس یه چند تا بادیگارد می‌خواستم و سگ نگهبان. الان لوکیشنی که فرستاده دارم میرم اونجا. آره فرانکلین برو اونجا چند تا بادیگارد گذاشتم و سگ نگهبانم هست. او رئیس اوکیه دیگه. فقط بهشون یه ماشینم بده که پشت سرم بیا من خونه رو بهشون نشون بدم دیگه. آره اوکیه اونا رو خیالت راحت باشه. حل دیگه. رئیس جون دمت گرم. بچا الان به رئیس گفتم که چند تا بادیگارد برام اوکی کنه. بادیگارد لباس شخصی هم باشه که شبا نگهبانی میده. مثلا اون کسی که میخواد بیاد ما رو خف کنه حداقل ندونه که اینا بادیگاردای منه. پس برای همین یه 4 تا بادیگارد میخوام بگیرم. 4 تا هم سگ نگهبان و اینکه اینا رو بگیرم دیگه همه چی تموم میشه و میمونه فقط اون مخفیگاهه و کم کم کارا دیگه تموم میشه. فقط 2 هفته که نه الان تقریبا 4 روز گذشته. حدودا یه 10-12 روزی هم دیگه بگذره دیگه تموم میشه و ما میتونیم بریم مخفیگاه جدیدمون رو. هیچ کس نمیتونه اون مخفیگاه هم پیدا کنه. خب بچا رسیدیم اون لوکیشنی که رئیس داده بود. گفت بادیگاردا اینجان. به به اون از بادیگارد و سگا رو نگاه کنید. بادیگاردا اینا لباس شخصی ان. سلام خسته نباشید. سلام آقای فرانکلین. سلام. میگم من بادیگارد خواسته بودم رئیس شما رو فرستاد و اوکی دیگه. پس شما میخواین نگهبان خونه ما بشین نه؟ بله. آها بعد بلدین دیگه ایشالله با تفنگ مفنگ و اینا دیگه همه چی بلدین دیگه. بله خیالتون راحت. خب پس اوکی. این سگا هم سگای نگهبان. آره 4 تا هم سگ نگهبان خواسته بودم که اینم 4 تا. بله اینم 4 تا سگ نگهبان. خب پس حل. الان شما وسیله دارین من خونه رو بهتون نشون بدم؟ وسیله نه. پس من به رئیس میگم به اونو ماشین بده. رئیس چرا میگه ماشین دارن؟ بید ماشین منم آخه جانم کوپس که یکیشون جا میشه. ببین من یه ماشین دنبالتون میفرستم. حالا اون ماشین میاره شما رو جلو در خونه دیگه. باشه ما همینجا منتظر میمونیم. آقا حل دیگه. دمتون گرم. ما بریم دیگه. خدافظ. خب بچا این 4 تا بادیگاردمون هم اوکی شد. من به رئیس میگم ماشین دادی بهشون که اونا بیان؟ میگه آره ماشین دادم فلان بیسار. ماشین بهشون نداده این رئیس اسکل. آقا ما دوباره بریم مزاحم آقای مایکل عزیز بشیم. یه 10-12 روزی هم باید خونه مایکل بمونم تا مخفیگاه اوکی بشه. آقا برو بریم که خیلی ذوق دارم ببین مخفیگاه هم چه شکلی میشه. بچه‌ها خیلی ذوق دارم. من بادیگاردم دارم میام و اینکه یارو زنگ زد همون کارگره زنگ زد گفت که مخفیگاهتون آماده شده بیا و ببینش. آقا خیلی خوشحالم و همه چی هم تمیز که مثل روز اول. اون درش دیده نمیشه زیاد بچه خوبه. میگم در ورودیشونه. سلام خسته نباشید. سلام آقای فرانکلین. میگم که مخفیگاه شما تمام شد. مخفیگاه دم شما گرم دیگه. من باید برم توی آب اون درو باز کنم و برم داخلش. آره باید همین کار کنید. آقا دم شما گرم دیگه. بچه خیلی ذوق دارم بریم مخفیگاهمون رو با هم دیگه ببینیم. اوسکی بچه این از ورودی مخفیگاه عجب جای شیک و تمیزی درست کردن. آقا دقیقا همون چیزی که توی ذهنم بود همونو واسم درست کردن. بذار ببینم ماشین لامور برداشته ماشین سبز کرده. ای آدمت احمق. آقا اینم از اینا ماشینای جنگیمون. اینم که ماشینای خودمو. خیلی خفن شده. اینجا چیه پله میخوره میره بالا. آقا چقدر جای خفنی درست کردن. اوه حاجی اینجا رو نگاه. نوشابه تلویزیون. اینجا میتونیم بشینیم فیلم و کارتون ببینیم که خیلی حال میده. آقا اینجا هم یه نردبون میخوره میره یه طبقه پایینتر. بذار بریم طبقه پایین ببینیم چه خبره. آقا طبقه پایینم میایم یه همچین جایه. چقدر جای بزرگ و خفنیه. اوه حاجی اینجا رو نگاه. اینجا چیه؟ حاجی اینجا چیه؟ اوه سلاح ملاح و اینا. بچا مهماتون گفتم همون استا نگاه کنید. مهمات اینجا هم باشگاهشه. لباس ورزشی و لباسای ضد گلوله و اینا داره. آقا این یه تیکشو خیلی دوست دارم. خیلی خفن و رنگیه. زنم این طرفش دیگه چیه؟ اینجا هم دوباره مهمات و اینا گذاشتن. آقا خیلی عالیه همه چی. سیستم امنیتیشو نگاه کن. کلی دوربین و بچا دزدگیر و اینا داره که اینم فوق العاده است. حاجی دقیقاً همونی که می‌خواستم و برام درست کردن. دوباره مهمات و اسلحه و اینا که همه چی داره. بچا من شبا همینجا میمونم که فوق العاده است. 10 ساعت بعد. فرانکلین فکر کرده که مخفیگاه زده و من نمیدونم ولی الان مخفیگاهش هم نابود میکنم. جام چند تا بادیگارد گذاشتم. از یه چیز نمت دومی. آقا برو بریم که مخفیگاهش رو میخوام بتر کنم. کلی بمب آوردم که مخفیگاه رو سرش خراب کنم. بذار ببینم مخفیگاهش رو کجا درست کردم. سگارم همش رو کشتم. مخفیگاهش رو فکر کنم زیر آب. بذار ببینم درش اینجاست. همین مخفیگاه رو سرش خراب کنم.
بگیر کلی بم میذارم که مخفیگاه بهتره که نابود بشه. وای بچه تا همین الانش داشتم با این سیستمو کار میکردم. خیلی سیستم خفنی داره و واقعا عاشق اینجا شدم. خیلی با بچه چه اتفاقی افتاد؟ اینجا چرا انقدر نابود شده؟ کی بوم گذاشته بود؟ باورم نمیشه. الو سلام رئیس. وای سلام خیلی درد میکنه. الو فرانکی کجایی؟ رئیس من توی مخفیگاه هم الان اینجا یک بمب گذاشت کلا نابود شد ترکید. آره فرانکی مثل اینکه دوباره بهت حمله کردن. دوباره بهم حمله کردن؟ یه روزی پیدا شد. خب بچه‌ای که تا این ثانیه ویدیو رو می‌بینی همین الان توی کامنت یه قلب قرمز بذاریم ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا الانش نگاه می‌کردن. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و این زنگوله کنارش هم روشن کن که هر وقت ویدیو خفن آپلود کردم سری با خبر بشید. خیلی دوستتون دارم. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی برو ببین که خیلی ویدیوهای خفنی و مراقب خودت باش تا داستانای بعدی. بدرود. البته اگه دوست داری پارتای بعدیش هم بذارم پارت 2 توی کامنت‌ها یادت نره.